آقای پوربخش عزیز، منم با نام و یاد خدا سلام میکنم خدمت مردم خوب و دوست داشتنی خطه سرسبز گیلان و خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. عذرخواهی هم میکنم، ببخشید ما همجوری از داخل زمین من همون می‌خواستم توضیح بدم. اومدم داخل استودیو، عذرخواهی میکنم. آقای سیانکی امروز در قالب تیم رسانه و ورزش همراه عادل فردوسی پور عزیز و دیگر محمد میثاقی و دیگر بچه‌هایی که به هر حال زحمت میکشن برای این تیم امروز آمدن با تیم پیشکسوتان ملوان بازی داشتن و ما ازشون خواهش کردیم که مستقیما بیان داخل استودیو دیگه. بعد از بازی همینجوری براشون داشتیم آوردیم دیگه، وقت نکرد تا دوش بگیره. آقای سیانکی در مورد تیم رسانه ورزش صحبت بکنید. چند سال تشکیل شده، چند سال شما حضور دارید و معمولا چه کارهایی انجام میده؟ خب خدمتتون عرض بکنم که ما الان فکر میکنم وارد 6مین سال فعالیت این تیم شدیم که 100% اعضای تیمم بچهای رسانه هستن. یعنی رسانه‌ای که خدمتتون عرض میکنم بعضا حالا بعضی از تیم‌ها تشکیل میشن که افراد غیر رسانه‌ای رو میبینیم حالا در قالب تیم‌های دیگه وارد میشن، اما این تیم ما 100% بچهای رسانه هستن و من این افتخار داشتم از همون بعد به تأسیس این تیم در خدمت دوستان بودم و یه جمع خیلی دوستانه‌ای هستش که به شهرهای مختلف میریم افتخار پیدا میکنیم، میریم با مردم خونگرم شهرهای مختلفون بیشتر آشنا میشیم و در کنارشون هستیم. سپاسگزارم آقای سیانکی. من چون خیلی بچه‌ها رو شاید سعادت ندارم که بشناسم به اسم، حالا یه بخش آماده است ببینیم بعد از اون شما بیشتر در موردش توضیح بدید. من به نمایندگی اون دوستان اومدم. آره بعد توضیح بدید در موردشون که بعد دلخورم نشه. ما یه بخشی رو ببینیم. مال بازی امروز هست. رحمان قاسمی همین الان داغ آماده کرده و تدوین کرده و رسونده که تقدیم حضورتون می‌کنه. به نوعی این بازی‌ها نشون میده که مسئولین به فکر پیشکسوت‌ها هستن، براشون ارزش قائلن و وقتی امروز اونها برای ما ارزش قائلن به تبع آیندگان هم برای این عزیزان برای ارزش و اعتبار میشن و به نوعی باعث میشه که دوستی و مودت بین پیشکسوت‌ها همیشه برپا باشه. والا هدف ما از برگزاری این چنین بازی‌های نتیجه نیست. به طور خاص بگم اصلا نتیجهش واسه ما مهم نیست. مهم روح ورزشه و مهم اینه که ما بتونیم ورزش کنیم، بتونیم که ترویج ورزش بدیم خودمون، که دست به قلم بچه‌هامون. بازی خوبی بود، ولی شاید خوبه که همیشه این برنامه باشه که بچه‌های قدیمی رو جمع کنیم، حداقل یه خلاصه خوشحالی میشه. البته این بازی که بسیار بازی قشنگ و زیبایی بود، مخصوصا که از تلویزیون هم داره پخش میشه، این دوستی ها رو زیاد میکنه. ما به بچه‌هامون هم گفتیم می‌خواستیم که ملوان رو ببریم تو آرامش، چون قوی سپید همیشه تو آرامش موفق بوده. این پیشکسوت‌ها ماشاءالله با این سن و سال همه فوتبالیست، همه نفس‌ها خوب، ماشاءالله خیلی عالی بوده. تا اینجا که خیلی خوب بوده همه چی. باز چرا گل نزدی؟ گل که من یه پنالتی گرفتم، ناخن چیکار کردم بازیکناتون. این بازی دوستانه شوخی می‌کنم. یه برخورد کوچیک پیش اومد، داوره محبت کرد، یه پنالتی برام گرفت. ولی می‌بریم. فکر کنم اگه خیلی الان داریم گل می‌زنیم، حالا حرکت می‌کنه شما 19 عادل رو تیر 2 بزنه، اگه بغل پارو بزن گل نشد. این موقعیت هم از دست دادیم، ولی خب اشکال نداره. اولین گل با لباس تیم ملوان زدید، اون گلتون آفساید بود. آفساید گرفتم. آفساید نبود. آفساید نبود، آفساید گرفتم. یه گل زدید کلی هم حاشیه درست شد، بعد آفساید شد. فوتبال هم حاشیه‌ها دیگه. از اون برای الان به طرز عجیبی اومدید بیرون، اخراج شدید. تو بیرون بودم، نمیدونم تو بازی خبر ندارم بازی. مرسی. بعد در مورد بازی بگید، هدف شما از برگزاری این بازی؟ روز قلم بود و روز خدمتتون عرض کنم که احترام به قلم از اصحاب رسانه دعوت کردیم که یه بازی بشه. والا بازی خوب بود، چون فعلا 2-1 جلویم و 2 تا گل مثلا خوبه. 2 تا گل زدی خیلی خوب شد. درسته؟ آره ببین دوم چی میشه دیگه. آره تیم بیاسه جوان اینجا بیرون هستن که خطرناکه واسه. خب هدف شما از برگزاری این بازی چی بود؟ والا به ما اومدیم منزلی، اولا منزلی به عنوان شهر فوتبالی با مردمی که خیلی عشق و علاقه دارن به تیمشون اومدیم اینجا با پیشکسوتان ملوان بازی کنیم. بعد اهالی سریع هم به مرحوم قایقران زدیم و به حمید غفاری عزیز رفتیم سر دادیم. به حال سعی می‌کنیم تو کارهایی که خیرخواهانه است ما شرکت کنیم. فکر می‌کنید که فوتبال گیلان تا چه حد میتونه رشد کنه آقای فردوسی؟ خیلی خوبه، خیلی دوست دارم که فوتبال گیلان رشد کنه، مثلا ملوان داماش بشن، این درگیری و کرکری حتی سالم و فوتبالی شاید ادامه داشته باشه.
سپاسگزاریم از رحمان قاسم علی و آبی عزیز. امروز رفتن این گزارش تهیه کردن اومدن داغ تقدیم حضورتون کردیم. کاملترش ان شاءالله هفته دیگه تو برنامه سکو خواهیم دید. آقا بر سر مزار سیروس قایقران رفتید، سر برنامه غفاری زدید، کار بسیار خوبی انجام دادید. من فکر کنم هدف اصلی تیم ما همین هستش. ضمن که من جا داره نکته هم اشاره بکنم، من خب سالایی که جوان‌تر بودم به عبارتی و فوتبال بازی می‌کردم، اولین سال‌های حضورم تو فوتبال مصادف شد با مربیگری مرحوم سیروس قایقران که واقعا من تو اون یک سالی که خدمت ایشون بودم رویشون شاد باشه خیلی چیز ازشون یاد گرفتم و همیشه افسوس میخورم که چرا نداریم دیگه سیروس قایقران رو در بین خودمون. امروز هم رفتیم سر مزارش، پدر گرامیشون رو خلاصه دیدیم و عرض ادب کردیم خدمتشون. امیدوار هستم که تا زمانی که پیشکسوتامون زنده هستن ان شاءالله قدرشون رو بدونیم و تجربهشون استفاده کنیم. سپاسگزارم. در مورد تیمتون می‌خواستم صحبت کنید که چه کسانی زحمت میکشن که این تیم تشکیل شه. من میدونم خیلی سخته اینا بچه‌ها با هم جمع کردن، اردو رفتن، بازی رو برگزار کردن، تدارکش واقعا مشکله. واقعا اگه ما خب میدونید که عضو محدودی داریم، یعنی ما تقریبا دیگه الان ظرفیت تکمیل تیممون 30 نفر هستش که تمرینات مرتبی هم داریم، در هفته 2 روز تمرین داریم، 1 روز بازی داریم، بازی رسمی هم تقریبا شرکت میکنیم بدون هیچ چشم داشتی. ما اعتماد دیروز ساعت 3 شب رسیدیم و خب صبح بلند شدیم برای جایی که باید میرفتیم و بعضا اومدیم بازی کردیم. همه سختی‌ها رو به جون می‌خریم چون میگم این افتخار ما هستش. یعنی ارباب رسانه کلا وقتی که با مردم در ارتباط هستن بزرگترین افتخار میتونه برای اونها باشه. از واقعا نمیدونم از علی خلیفه بگم، رضا خسروی بگم، مصطفی لشکری بگم، پاریاب بگم، نجف زاده، بابا علی، خیلی ها هستن، برادران طاهر کناره دیگه، مصطفی موسوی، سیامک آقایاری، حامد امینی، خیلی ماشاءالله نشستن امشب کارت پیام پارسایی، امین پاریاب، رولا وحدتی. عادل خیلی چیزا مشکوک میزنه. عادل با شما امروز بعد صبح هواپیما اومد، هواپیما رفت، من گفتم بابا نیمه 2 بعد تعویض به پروازت برس، نمی‌خواستی از زمین بری. آره نمی‌خواست بیرون، حاضر بود هواپیما جا اون نه. تو گلم که زده بود. یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من دارم میخواد یه مقدار در مورد خودت محمد سیانکی برامون صحبت کنی. گزارشگری از کی شروع کردی؟ چند سال با سازمان همکاری می‌کنی و چرا اینقدر شدیداً رئالی هستی؟ خب این برمیگرده به اون اتفاقات دوران کودکی که آدم برشته خاطراتی داره، یه کسایی رو دوست داره و علاقه پیدا میکنه به اون تیم مورد نظر. من همیشه گفتم حالا به خاطر اون بازیکنایی که بودن در تیم رئال مادرید. چند سال سازمان اومدی؟ من تقریبا الان وارد 19 سال شدم. من اون سالی که خدمتتون عرض کردم تو تیم کشاورز بودم با مربیگری مرحوم سیروس قایقران سال 73 همزمان شد. تست دادم سازمان برای کار گزارشگری، خیلی اتفاقی شد. یعنی یکی از همکارای ما گفتش که چون تو کار ورزشی می‌کنی، ورزشکار هستی، یا دوست داری تو برنامه ورزشی فعالیت بکنی؟ گفتن ما اگه شرطش بشه، چون اون موقع انقدر پول نبود تو فوتبال و اومدیم و از سال 74 تقریبا کار رو شروع کردم. تشکر میکنم از محمد سیانکی عزیز، لطف کردی. افتخار من بود در خدمتتون باشم. آرزو سلامتی برات میکنیم. تو باشگاه اروپا هم گزارش داغتو خواهیم شد. متشکرم. بینندگان عزیز ارجمند سکو، شب بخیر تا هفته دیگر. خدا نگهدار.